سلام برابر، خوش اومدید به این ویدیو دیگه. کار مافیا هستم و امروز اومدیم با بازی سولار اسمش که واقعا بازی خفنیه و داخل کامپیوترم نصب میشه و شروعش کنیم. من اینو بازی کردم و خیلی خفن بوده و چون وقتی شما بازیش کنین میتونین سیارتون رو تغییر بدین. مثلا آره دیگه، مثلا میتونم اینو بزنم. خیلی زیباست، واقعا زیباست. صبر کنید. اوس ببین بعد این سیاره باعث میشه که دوباره درست بشه. شما میبینید دوباره رشد میکنه. چی بگم، دوباره شروع میشه. میتونم با نه برخورد میکنه دوباره به زمین. یعنی زمین چیه؟ بریم همون سیاره زمین. این یکی فکر کنم بتونم بزنم. نه سب کن، من عاشق این کارم. سب کنیم. اول یه جایی رو اینجوری میکنیم، بعد روش یخ میزنیم که صدای خوبی میده. بعد این چیه؟ اینه که برق میزنه یخه. خدای زیبا نشد؟ واقعا زیبا شد. این چی داره دوره؟ این توپه چیه؟ توپه فوتبال هست. لول تو مثلا این توپ دوباره مثلا این باحاله. این اول باید خودش بخوره. این یه بمبه، بعد ذات بترکه. خب بعد اینم خیلی خفنه. ببین رد شد، اینجوری سوراخ کرد. اگه الان یه سوال، اگه الان از شمال به جنوب بخوای بری، از این به پری، نه هیچی. به خیلی زیبا شد، اصلا به قدری زیبا شد. من دارم یخش میزنم. چرا سوخت؟ نقره‌ای شد زمین. یا حضرت عباس. این سوراخه رو میبینین خیلی باحال شده. یه دونه این باحاله. کلا این خیلی خفن. دستم به چی خورد؟ این اسلوموشنه. نگاه کنید، این اسلوموشنه. نگاه کنید. اوه ولی الان بدون اسلوموشن بریم. آها حالا
حالا با اسلو موشن. آها همه مردن. همه آدما مردن. این گوشه می نویسه سیاه چال. بذار من زمین رو ریست کنم. من دوست داشتم سیاه چال به زمین بخوره. ببینیم الان یه سوال، اگه شهاب سنگو بزنیم رفت اون تو، رفت تو سیاه چال یا ماهه. اگه ماها به ماها برخورد کنن چی میشه؟ سب کنید دوتا میزنم. دیدین ماه هم یه ذره ببینید یه ذره دیگه هم بزنم. یه ذره الان برخورد. دیدین ماه هم ترکید. یا رد و برق. وای هیولا. بذارین نه سپر دفاعی یه دونه اینجا میذارم. اینجا سپر دفاعی بذار که زمین اصلا نابود نشه. به سپرهای دفاعی زیبا. این از این میخوایم زمین زامبی کش درست کنیم. حالا میخوایم من بوم میشه گفت هیچیش نشده. بذاریم بیشتر بگیرم ازش. صدای من لعنتی ها چی کار میکنی؟ بیشتر بذارم از حسین علی. اوکی دیگه نمیتونی. زمین جون سالم به در برد. چی دارم میگم؟ خب رکورد چنده؟ رکورد رو من ببینم. با یه صحنه جالب و خفن. تا یه دیگه فعلا بای بای.